پیش از سر کردن ویدیو کانال خواهرمان که امینه پزنده نام دارد بیاد کانالی نغز. این کانال در آمده میتونید همه نمود تورت و شیرینی و خوراکای با لذت را آموزید. کانالشان بیاد عادی، فهما و محصولاتی دسترس دارد. حتما آبونه شدن را فراموش نکنید. یارو دستای دعوت کنید. انشالله با دستگیری ما این خواهرمان پیش میرن. دستگیری ما پیشروی زنها می باشد. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سلطه اگرات تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما منه روی столба جا هست: سیر، اتیارکا گذراندیم، بادرنگ، مرغ آبپز، لابلاب آبپز، سلطه سبزی، زیلیانی گاراشک، مایونز و منه کартошкаи پخته شده. میتونم پخته منم از طرزی پختنش نشان میدیم. منه پختنی کартошка اتیارکا گذرانده، شراب خنک شوشته، بعد میپخته میگیریم. همین طور. منم او مرغ جوشانسی، یک تا مرغ بوتون. من حاضر همه بالای столба کم کم همه نمودش گرفتم برای اینکه سلطه دوتا کلان تیار میکنم. من دوتا طبقه گرفتم. ما سر میکنیم مرغ آبپز ما. مرغ آبپز ما دو قسمی برابر به جدا میکنیم. یک تا مرغ کلانه آبپز کردم. عصبی همه محصولات ما نمک پختگی، برای همین من یکم تا نمک نمیپاشم. ما هر یک قبطی تیار کردگی ما مایونز میکنیم. من مایونز کاندیترسکی میشابه گرفتم. میتونید هم تو پاکیتا بگیرید. به طرزی تیار کنیش آسان. من دویم قبطش به کартошкаи پختگی ما گرفتیم. مایونز میکنیم. بیاد سلطه خوشخور. من زیلیانی گاراشکم من مایونز کردم. من یکمش به لابلابو گرفتم، دویمش به نگرفتم برای اینکه روش من لابلابو که آرام میکنم. یک تاشه سیرکی آرام میکنم، یکشه لابلابو که برای همین داخلش به لابلابو نمیکنیم. استپی روش لابلابو میشد. میتونید بادرنگ با کمتر نمک پاشید. ملافه پاشیدم. من سلطه سبزیگی خودم تیار کردم، ویدیوش هست یوتیوب. سیلکش میمونم، برامده نگاه کنید. چه طرزی تیار کنیش آسان و عادی. ما لابلابو دارشه سیرکی خوش رو محکم میکنیم. سیر میپوشیم. اینش به هم تو داخلش به سیر میکنیم و روش ما لابلابو که میپوشیم. چه سیر استفاده برین میشد؟ کپچانی می رسیسکی میمونم تر. من یک سلطه سیرکی خوش رو محکم کردم. اینش لابلابو که محکم کنیم و یک دانه سانی باید آرامیتیم. لابلابو که خوش رو همروش محکم میکنیم. من نگاه کنید چه سلطه خوش رو لابلابو که پوشیدم. من مایونز میکنیم. آرامیتی مایونز که بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی با خواهش خود آراتیشن.
майонез میگیریم. از این майонез به رنگ لبلبو میزند، بیاد خوشرو میشه. یا برای دیگه ما کلیتکا میکنیم. راستی این سالته من تیار کردگی بودم، امروز خواستم باید برای دیگه نشان دیم. من این سالته برای چخگم ما هر ماه زنها میشینیم، یک ماه با یک بار همه سرجم میشیم، 7 نفر. امروز نوبت یک دوگانم بود، عصبی فرزندی میدش بودن. من امروز خواستم سالتو تورتو پیچینیاشه تیار کنم. برای همین خواستم یک بار دیگه ویدیو کنم که چقدر خوشرو میبیاد این سالت، خوشخور. همینطور майонез کریم نگاه کنید نمیدهش چخیل آمد. ما کنید روش با گل کره ارامیتیم با خیلی بادرنگی لبلبو کی سبزی کی همه نمود. من پامیدور کی ارامیتیم الکه معلوم ترزی پامیدور ریزه کنیش من نشان دادگی و چهار طرفش میزنیم، خیلی ندیدگی ها چهار طرفش کارد میزنیم. اینطور کشاده میشد، با این قیره هاش میزنیم کارد. برای چی به داخلش پمیدور نکنم؟ عصبی پمیدورنده آبش بودن، بعد آب جدا کرده سلطمه بیزیب میکنند. میتونید تخمی پمیدور گرفته همراه کنید، میشه نگه من پمیدور نکردم. باشه دو قسم کنیم. من نمیتونم. ما باینی این سلطمه میگیریم پمیدوره. دوتا من سیومشه بریده میگیریم. مخکره ما برگ تیار میکنیم. خیلی راستی که همین سالاد برای همه معقول خوشخور همه خورده میتوند. این سالاد مثلا گریم بعضی زنکای کلامبا یکی و ها پتشوبا ریبگی گریبگی معقول نه. برای همین من بسیارتر همین سالاد تیار میکنم. یکا معرکه شود همین سالاد تیار میکنیم. همین تا بریدیم نه کشاده میشد. ما این شکلش در اون میگیریم. من خیلی گلچه میشه. نگاه کنید گردابا گرده همین پمیدور ما میگذاریم. خیلی میتونید با خواهش خود آرادید. راستی که بکچه نمود آرایشی سلات های هم هستو، لیکن با اینش بزیبتر برای همین آراد دادم. من گلش چخیل آمد. 4 تا برگش که هر یک برگی همین گلی کشادگی آمده. خیلی زیلانه گروشه میمانیم. خواهید مانید نخواهید نه. همین سلطه ما 5-6 تانه گرفته مانیدگر. همین درینش به میپرتاییم. با نمودش خیلی دیگه میکنه. نه نمین بود یک نمود سالتی ما آرایشش از یک نمود دیگه تیار میکنیم. من یک دانه لبلبا آبپزه گرفته ماندم، باریک ریزه میکنیم برای آرایش دویم سالتا ما. گل میپیچونیم. من 4 تا بادرنگ تنوک و یکی میده کریم کارتوشکا تازه کنکی 4 طرفش میمانیم. این نمود سالتا هم هست. خیلی ریسپتش دیگه بود. من برای با خیلی توی مرکه ها تیار کنیم. من طرز تیار کنشه نشان میتیم. دوستی منه بادرنگ ماندیم و همین لبلبو ریزه کرگی مایه میپیچونیم. پیچونده گل تیار میکنیم. اینطور میپیچونیم بالا بالی هم گردابه گیر. همینه پیچونده هم گریم گل حاصل میشه.
همین طور. من گلی روشه چخیل کردم لابلابوکی پیچونده خیلی کمتر سرخ کرده گذاشتم عصبی دستمند پریچتکه راستی خیلی کمتر ویدیوگریش دشوار شد. من سیلیانی گراشه میگذاریم هر یک برگش به نقطش معلوم که چخیل پیچوندم لابلابوی بلوبلی ها من نشان دادم. همین طور کرده تیار کردیم دویم سالاتمون. من چگونه ببینید دوتا سلاتی من همین طور نموداش تیار شد. نموداش چخیل آمد. نه یک نموداش یک نموده دیگه نیکی داخلش یک خیلو محصولاتش آرایشش دیگه. من امروزه مرکه تیار کرده که من چیزام همین. من دو نمود سالات داخلش یک خیلو ترزی آراتیش دیگه. من تورتی بیسکویت من گردکاش چخلم دیگه کارزینگه گل کریم. من پیچینی همو درنش مویزو چهارمغز دار. من اینمی های من برای مرکه تیار کردم.